دماغش سوخت بفهم که آق شدی. بریم سعی کردن در کار با پدر مادر همیشه نرم و ملایم در هر حالتی باشی. ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف. و پدر مادر تو اف نگین، صداتون در رازی پدر مادر بلند نکنه. با ملایمتی، با نرمی، هر چی بیشتر و زیادتر کوشش کنه که در حق تو دعای خیر کنه. امام شمس الدین ذهبی در کتاب مشهور الکبائرش قصه ای را میاره از اسرائیلیات. میگه بار حضرت موسی دعا میکرد پیش پروردگار، گفت پروردگارا در همین جنت حدیثین من کی باشم؟ آخه موسی پیامبر اولوالعزم است، در قطار پنج پیغمبر بزرگترین خدا داخل است. نام حضرت موسی در قرآن 136 مراتبه ذکر شدگی است. از همه بیشتر و زیادتر موسی کسی است که با خداوند به واسطه صحبت کرده است. برای همین کلیم اللهش میگن. گفت پروردگارا در همین جنت من قطعی هم نشین باشم. وحی اومد حضرت جبرئیل که خداوند میگه که هم نشین تو یک قصاب است، یک جوان قصاب. در تعجب اون که این قصاب خودش کیه که این قدر پیغمبران موندگی، این قدر اولیاء الله موندگی، این قدر شهدا موندگی، همنشین همسایه من یک قصاب میشید است. اما میدونه که سخن پروردگار به حکمت نیست، امر خداوند به حکمت نمیشود. عزم سفر کرد، آدرس همون قصاب گرفت، کوفته رفت. اگه سنجیدنی اومد از حضرت، از دور اول روز تو بگه را نگهش کرد. او یگان عمل نداره که از دیگران فرق کنه. خیلی آدم پاکیزه و تازه، مردم فن نمیکنه، در وقت تجارتش قسم بسیار نمیخوره. بعدم بگه نزدش اومد، گفت برادر من همیشه مسافر هستم، یگان جایی نداری که من همیشه شب مروز کنم؟ ایگو بالای چشم سرم ما مهمان عزت میکنیم. گرفت خونه آوردش، گذرون چناندش. میگه انا نزدش دسترخوان تنه کرده، یک محضر چیزی بود نزدش مونده. بعد گفت که اگه با اجازه یک کارا که اندک خور دارم من هم را انجام بدم، بعد میام به صحبت. این که برآمد حضرت موسی را برای سنجش اومده است، برای خوردن نه. او است از قفاش پویده را پیچکار میکنه. دید که یک حجره که دیگر در اومد، یک چیزی شبیه به همین سبد در بالای شفت خونه، در سقف خونه آویزان است. کشو همون میگه سقف گرفت. یک کمپیرک مای دهک شده است، 3 سالش هم کلانگی خورده کک شده است. همون کمپیرک با یک نوازش سقط بشم، بندت بشم، در خاکی پاد بمبرم. دستکو رو و کش شوشت، لب دهنش تازه کرد، خراک آورد به دستک خودش همون را خراک داد. چه خیلی که مادر کودک نوازش میکنه، آن همون خیلی کمپیرک نوازش کرده. میگه همین کمپیر نوازش میکنه و طعامش میته و همون کمپیر هم دستکوش برداشتگی چیز دعا میکنه. حضرت موسی نمیشنوه که صداش به حد پست است. وقتی میگه با گرفته همون جوهکش آویزون کرده اومد، حضرت هم اومد در جو شش مهمانداریش کرد. بعدا حضرت موسی گفت که جوانی خوب، گفت من یه چیزی عجیب دیدم، من به قضای حجت اومدم که همین کار شروع کردم. داگو سبب کیه؟ گفت مادر من از پدر خورد موندگیم. همین مادر با عذاب و مشقت کلانم کرده است، با عذاب و مشقت با خدا آشنام کرد، با شریعت آشنام کرد. هر چی دار و نداره دارم از همین مادر دارم. اگه خدای بزرگ عمری درازش داده است، امروز احتیاج به خدمت من داره، من همین خدمت مادر من میکنم. بگو بارکالله. همون کمپیرک چیزی میگفت، لواش میجنبید، دستاش برداشتگی چی دعا میکنه. گفت خدا و راستی من نمیدونم چی دعا است. همین کمپیر دائم دعا میکنه که پروردگار رو همین فرزنده که من فردا روز قیامت هم نشین موسی علیه السلام قرار ده. حضرت گریان شد، گفت جوان همون موسی منم، میدونی که بر من وحی نازل شد. وحی نازل شد که مقصد که هم نشینی یک قصاب است، دعای مادر ایتا علاقه اجابت شده است. یا ببینه وقتی پدر و مادر دعا کردن، الله اکبر، خدای تعالی اجابتش میکنه. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعای هستند که پیش پروردگار اجابت میشوند. در اجابت این 3 دعا هیچ شک شبهه نیست. دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولده او علی ولده. یکیش دعای مظلوم، شخصی به ظلم گرفتار میشود. دوم دعوت مسافره که از خدا میترسه و از فسق فساد نفسش باز میداره. و نهایت دعای پدر یا مادر
در حق فرزند خواه دعای خیر باشه و خواه دعای شر و دعای بد. الان چه خیلی که دعای خیر اجابت میشه پیش پروردگار، همون خیلی دعای بد هم اجابت میشه. ولی یک سخن احمقانه داریم، میگه مادر سیله رحم این مادر دعاش نمیگیره و والله دعای مادر از دعای پدر زودتر اجابت میشه. فراموش نکنید دعای مادر مثل تیغ در حال اصابت میکنه. همولی دوملو قصه جریج علیه السلام اگر در یک لحظه خدای تعالی قبولش میکنه اگر مادر صدقا دعا کنه در حق فرزند. بر آباءکم تبرکم ابناؤکم، پدر و مادر در نیکی و احسان کنه تا نیکی و احسان از فرزنداتو ببینید. در شهر قاهره مصر این واقعه عصر 20 یک جوان هم خیلی هم مادر داشته است. مادری مشتی پر بیچاره خیلی فرزند کلام کرد، زنش داد، صاحب کودک شد. وقتی جای رفتن نداشته باشه قطعا هم فرزند زندگی میکنه، قدرت پروردگار همون مادر بیمار میشود، کسلی دیوانه میشود، دیگه هوش نداره. همین بعضی آدم‌ها هم تری وسواس دیوانه هستن که در یک راه میروند نمیآیند. این همه عادتش همی بوده است که در یک بینای بلند و شیانه زندگی میکرد، یک بگیم اتاجی بلند، این همین میبرماده است به همون کریشه را و میفرماده یک روز نه 10 مرتبه. یک روز زنک به سر شوهرش سیاست میکنه که این مادر تو ما را شرمنده کرده در پیش یعنی حق همسایه بیزار شده. ما این چی گپای وقتی تو کی را تحمل میگه زنک مادرای ما چیکارش کنم؟ وقتی مادرای حق داره را نگاهبین باید کنیم. همین قصه کوتاه زنک میگه اگر به شرطی که ایرا چورش نبینی من قهر میکنم میرم. مرده که بی غیرت پد کبلوچنی بسیار شده است در جامعه متاسفانه. با خدا قسم این مسئله در بسیار زنگ میزنن همین بچه‌هایش. انا می اوچم قطعی زنم ساز نمیگیره. من حتما میپرسم شو عیبی کیه؟ 95% میگن که عیبی اوچمه. عیبی زنم نه عیبی اوچم. این مرگیته بر مرد از همه حقی بیشتر بعد حق خدا و پیغمبر حق مادره. میرابی در سر مادر میزنن. همین بچه به غیرت هم نشگیری شما زنش یارز میگه که انا اوستاگه کفوش ببرو کی میبینه که کسل همه میدونن که کسل اینا اکسپرتیز را میکنه میکنه. همین وقتی که همون بالای کریشه برومد لابی کریشه دم میبرومد از با دیوانه دم نگاه میکرد. اوستاگ تلاش که جون خلاص میشه. جون همین خلاص میشه وای کسلی. تو چند عذاب میکشه. قصه کوتاه مردی به غیرتی به حمیت این افسانه نیست و کشیدگیه. از قفای مادر میبرویه و اوستاگ تلاش میکنه. مادر میزنه شهید میشه. خدا رحمت و مغفرتش کنه. ای بین همی چند سال میگذره قدرت پروردگار همین مرد به همین کسلی مادرش مبتلا میشه. دیوانه این را همی میبرومد از کریشه و میفرماد است. بعضی جنایاتی هست که خدای تعالی در همین دنیا به سزای عمل میرسوند. یکیش همیه. و یک روز ای همون بالای بام خشم میپرتوید. حرام میزنه میبره. مادر شهید شد این لعنتی حرام بود. برای سعی کردن در کار که همیشه دعای پدر و مادر را بگیریم، خدمت پدر و مادر را کنیم. امام حسنی بصری روایت میکنه میگه در حجت الوداع مردم بین روایت زیاد همراه حضرت رفتن به خاطر اینکه حج پیغمبر همراهش بکنن ببینن چی نو میکنه. این حجت الوداع به حد تاثیر داشت در اسلام که در عصرهای تابعین تبع تابعین کسایی که هم حجت الوداع پیغمبر را میدونستن پر کامل میگه مردم اومدن التماسشون میکردن تاجرها خاصتا حضرت تمام خراجات در کلای ما فقط بیا قتیمان حج بره، فقط ما را تعلیم بده که حضرت مثلا در مینا در کدام موضع بود، در جمرات از کجا سنگ زد، در مزدلفه در چی موضع خواب کرده است حضرت، دعا را در عرفات در کدام موضع میکرد، همین را برای ما را تعلیم بده. وقتی حضرت گفت که حج میرم 114 الی 124,000 صحابی همراه شده بودند. از جمله یک جوانه میگه همین آدم بسیار در گرد خانه خدا جای تنگ در ازدحام در پشتوراش یا سبت طواف کرده است. حضرت گفت اوخی سبت هیا جو نگذاشتی جان تا قدر عذاب ده میمونی؟ گفت یا رسول الله در داخل سبت مادر مای کمپیرک وقتی شدید که شما قصدی حج داره گفت ای کاش که من هم سالی میشیدم و پای راه گشتن میداشتم که همراه حضرت میرفتم. میگه گرفتم به خاطر اون که خدمت کرده است و که حق داره
همین ثبت براش درست کردم اینا پشتورم دا از مدینه آوردمش. گفت یا رسول الله آیا من همین حق همین مادر را ادا کردم؟ از مدینه تا مکه 500 کیلومتر آیا حق همین را من ادا کردم؟ حضرت گفت لا والله ولو بزفرت واحده. نه گفت قسم به خدا حتی هم یک آهی که مادر در سر گهواره کشیده بود تو حالی همون را ادا کردگی نیستی. جوان سر از راه مادر بتافت، دل دردمندش به آزار بتافت. یک جوان میگه یه روز اوچش چیزش میگه که گردانی میکنه گپی مادر را گوش نمیکنه. چه بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سست مهری فراموش احد. نه در مهد نیروی حالت نبود. کمپیرک دیگه دوستش چیکار میآید آخی همون گواره را که کلانش کرده بود همون گواره را گرفت در پیشش ماند که ای بدبخت او تو همون تفلکی نیستی که در همین گواره خواب بودی. آخی پیشا بیخته توزه کردن نمیتونستی، باید قطره شیر محتاج بودی. که ای سست مهری فراموش عهد نه در مهد نیروی حالت نبود. مگس راندن از خود مجالت نبود تا آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار سرپنجه‌ای. تا هموی هستی که یک پشه را از خود راندن نمیتونستی، به حال رسی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفع مور. فراموش نکن با در قبرستان به حال میرسی که انمو مور و کژدم میآیند چشما و گوشتات همه خرن از دست دیگه هیچ کاری ساخته نیست. خداوند رحمت و مغفرت کنه مولا. خداوند در محبوبه جنت مستقرش گرداند. خداوند در خاندان و منزل فرزندا فیض فتوحات و برکات شنازل بسازد. پروردگار این صحبت‌هایی را که الحمدلله در این محفل الحمدلله برگزار شد، اینان و طعام‌هایی را که فرزندای این مادر آماده کردند به درگاه بی‌نیاز قبول فرما. در نامه اعمالش و ثبت گردان و فیض خیرات و فتوحات و برکات خویش را در این خاندان، در این دیهه، در خاندان برادرای دست به دعا برداشتن نازل فرما. پروردگار مسلمان زیستن، مسلمان مردن، فردا روز قیامت در حلقه محبان محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن در آن نصیب روزی. بارک الله حضرت استاد خدا نگهدارن. بسیار عجب صحبت زیبایی کردن. پروردگار مهربان برای ما و شما توفیق عمل نصیب بگرداند. استاد خداوند عمر دراز و جمله آفات و بلاها در حفظ امانش نگهش بداره و خداوند مهربان همیشه پند و نصیحت گوی ما و شما پروردگار برای ما نگهش بداره. واقعا برادرای عزیز در اطراف احترام پدر و مادر استادها بسیار صحبت‌های جایی بگو. مع السنة وتقبل صلاة التراويح مع الختم وصلاة الوتر وتقبل منا قيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتزرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله
الوداع ای ماهی تابان الوداع الوداع ای فیض رحمان الوداع میرسد بوی فراقت در مشام الوداع فی گناهان الوداع میرسد بوی فراقت در مشام الوداع فی گناهان الوداع میکشم و حسرتا الفراق الوداع با چشم گریان الوداع در زمین و آسمان انوار توست الوداع ای ماه قرآن الوداع الوداع ای ماه قرآن الوداع در شبی قدرت بجویم عاشقان الوداع ای ماه قرآن الوداع هشت جنت کرد از این خویش را از برای روزداران الوداع الوداع ای ماه قرآن الوداع ابر رحمت در وجود در عصیان پا گشته از گناهان الوداع اللهم صل وسلم وبارك علیه یا رب زیدری تو آنچی من گدا میخواهم افزون ز هزار پادشاه میخواهم هر کس زیدری تو یا رب حاجت میخواهم من آمدم از تو را میخواهم من آمدم از تو را میخواهم لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أحد السامع المناجات صمد و کافی المهماتی هیچ پوشیده است پنهان نیست عالم السر و خفیاتی زیر و بالا نمیتوانم گفت خالق الارض و السماوات شکر حمدی تو چون توانم کرد حافظ فی جمیع حالاتی هر دعایی که میکنند این بندگان دست به دعا برداشته بعد فریضه الهی و بعد ختم قرآن در خانه از خانه های بزرگی تو دعای ما بنده های عاجز پروردگار این است که ارواح گذشته ها و رحمت مغفرت کنید ارواح او مؤمنایی را که بعد سر خود فرزند نبیهای مؤمن و مسلمان باقی گذاشتند امروز امید دارند که در این ماه شریف در حقشان دعا کنند خداوند در خواب ناز عروسی تا روز قیامت حفظ کنی و از دیدار به مثالت و از شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم
برخوردار و مناسب گردانی. خاصتا بابای حاج حسن‌الدین علیه رحمت. پروردگار دعای ما بنده‌های عاجزی است که با بیماران و شفای کامل عاجز می‌آید. اما بنده‌ها امید به شفای تو دارند. بیمارای ما خوب در خانه‌هاشون باشند، خوب در بیشتر بیماری در بیمارستان‌ها باشند. پروردگار همه امید و آرزو دارند که برایشان شفا عنایت فرمایی. ای خدای بزرگ، به خاطر این ماه بزرگ، به خاطر طاعات و عبادات این ماه، به خاطر صیام روزها و قیام شب‌هاش، به بیماران خاصتا و بابای نادر که یکی از دستاندرکاران ساختمان این مسجد زیباست، شفای کامل عاجل عنایت فرمایی. پروردگار دعای ما بنده‌های عاجز این است که در ملک ما باران رحمت خویش را نازل فرما که زمین‌ها خشک شده ایستاده‌اند. خدای امید و رحمت شفقت تو داریم. روزهای ماه شریف رمضان و قیام شب‌ها و ختم قرآن از برای ما فردا روز قیامت شفیع و مشفع قرار ده. زیرا حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم بشارت فرموده است: القرآن و الصیام یشفعان للعبد یوم القیامه. بیشک روزه رمضان ختم قرآن عظیم شان فردا روز قیامت از برای بنده‌های مؤمن طلب شفاعت می‌کند. یقول الصیام ای ربی إني منعته النوم إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. اولا روزه ماه شریف رمضان ادعا میکند که پروردگارا من همین بنده‌های تو را به روزهای رمضان با وجود گرمی از خوردن و آشامیدن باز داشتم، به خاطر احترام من، به خاطر حد نکردن حرمت من، نه خوردن نه آشامیدن. پروردگارا شفاعت من را در حقشان بپذیر. بعدم قرآن از مشان ادعا میکند: یا ربی اینی منعته نوم باللیال فشفعنی فیه. پروردگار به شب‌های رمضان من یک ایده از بنده‌های تو را از خواب باز داشتم که یک پاس شب در مسجد به ختم قرآن مشغول بودم. خدای شفاعت من را در حقشان قبول کن. و حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت می‌فرماید: فیشفعان. البته شفاعت روزه رمضان و قرآن عظیم شان پیش پروردگار پذیرفته می‌شود. خداوند با امید و رحمت شفقت تو داریم. این مسجد زیبایی را که امشب الحمدلله هم نماز فرض خوانیم و هم پاره را از قرآن عظیم شان ختم نمودیم، به سرعت هر چیز زودتر و سریعتر به اتمام برسد. پروردگار نمازخانه‌های مسجد از جمیع بلا و گزنده حفظ کرد. این مسجد فردا روز قیامت همچون کشتی نه قرار ده که باشندگان شود، سرنشینانش از بالای پول صراط به یگان آسیب و گذرانده و به جنت المأوا وارد سازد. پروردگار عاقبت امور ما را به خیر انجام ده. خداوند این کاری‌هایی را که خدمت مسلمانان را میکنند در طول ماه ختم قرآن برگزار میسازند، از جمیع بلا و فتنه و آشوب‌ها حفظ کن. پای پروازشون از برای قرآن و از برای فضای اسلام هرگز منقطع نگردان. خدای عاقبت امور ما را به خیر انجام ده. پروردگار غیرت همت مامته که انشاءالله در نهای آخر ماه شریف رمضان قرار داریم، همین قدر طاعت عبادت ترا کنیم که از ما خوشنود گردیم، رمضان از ما خوشنود گردد و محمد صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ روحش از ما خوشنود گردد. انشاءالله بشارت حبیب دلهاست: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی روزهای رمضان و روزه و قیام احتساب باز روزه می‌دارد، تمام گناه‌های ما قبلش آمرزیده می‌شود. و هر کسی به شب‌های رمضان در قیام و در ختم شرکت می‌کند، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. پروردگار امید داریم که مگذشتن رمضان مثل طفلکی که نه از مادر تولد شده است به گناه آمرزش باشد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.